این نتیجه تشخیص یک ساکن دوشنبه می باشد که گرفتاری او را به بیماری کووید 19 تصدیق می کند. تشخیص روز 3 می امسال در یک تشخیصگاه خصوصی گرفته شده است. بجز این مدیر یک مرکز سلامتی در دوشنبه هم گفت 10 حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار کردند، اما به این دلیل ها نگاه نکرده وزارت تندرستی ثبت شدن حالت های نوی سرایت به کرونا ویروس را رد می کند. بیماری کرونا ویروس بودن یا نبودن را این را تنها تحلیل های لابراتوری معین میکند. خوشبختانه اون اطلاعی که تا امروز از جانب تحلیلگاه های خصوصی و دولتی که به وزارت تندرستی اطلاع میدهند، یگان حالت تصدیق شده بیماری کرونا ویروس به وزارت تندرستی وارد نگردیده است. خبرگزاری ازیا پلوس هم روز 12 ایان به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دی‌امید اطلاع داد که 8 ایان تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتاری کرونا ویروس آشکار کرده شده است. رسانه می‌نویسد در آزمایشگاه‌های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند، ولی سخنگوی وزارت تندرستی تاکید می‌کند که این گونه اشخاص تنها گمانبران کووید 19 هستند و تشخیص‌های آنها نتیجه منفی نشان داده است. وقتی که مثلا یک نفر گرفتار بیماری کرونا ویروس می شود، مدت دراز لازم است که یعنی شش همان کس برقرار شود. در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آبهای خنک زیاد بود، یا اینکه استفاده از حوضهای شناوری زیاد بود، یا اینکه یخماس‌های خنک بسیار استفاده شد. متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند، متاسفانه مشکل در همین ها هست. یعنی همین ها بیشتر مراجعت کرده ایستادند با نشانه های مثلا همین باز حرارت بلندی، یعنی که نقص شش، کرونا ویروس نه نقص شش، لیکن نتیجه تشخیص تستی آنها نشان میدهد که آنها گرفتار بیماری کرونا ویروس نیستند. در وزارت تندرستی گفتند حالت‌های گرفتاری به التهاب شش را ثبت کردند که بیشتر در میان کودکان بوده است، اما به قبل آنها این یک حالت معمولی است. اظهار نظری که برخی‌ها به درستی آن شبهه دارند. تاجیکستان بهار سال 2020 به خاطر پیوسته رد کردن وجود کرونا ویروس در کشور مورد انتقاد بود و نهایت 30 اپریل آن سال درباره وجود کرونا ویروس خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید از 10 ینور امسال به این طرف در کشور یگان حالت نوی گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است، ولی با این وجود شبهه در کامل و پره بودن آمار رفع نشده است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.